سلام، من حامد بهروان هستم و شما بیننده 2.0 این هفته. در برنامه امروز سال 2012 میلادی داره کم کم به پایان میرسه. در 2.0 این هفته گزارشی داریم در مورد تئوری جنجال برانگیز روز قیامت در 21 دسامبر 2012 یا اول دی. و بعد میریم سراغ شرکت گوگل و پروژه جالبی که سال گذشته در دنیای اینترنت رو به تصویر کشیده. یکی از تئوری‌های جنجال برانگیز سال 2012 تئوری پایان جهان و یا حداقل آغاز افول اون در 21 دسامبر 2012 است که در تقویم مایه‌ها هم ذکر شده. آیا واقعاً جهان ما در این روز به پایان خواهد رسید؟ 21 دسامبر 2012 این روز خاص توسط بسیاری به عنوان روز قیامت معرفی شده. 21 دسامبر 2012 آخرین روز از چرخه کامل تقویم 5125 ساله قوم مایا است. قومی که دانش بالایی در زمینه ستاره شناسی داشته است. واقعیت این است که تا به امروز تمامی اتفاقات طبیعی مانند کسوف و خسوف‌ها و یا اعتدالین فصلی همگی با دقت بسیار شگفت‌انگیزی در تقویم مایه‌ها آورده شده است، اما کل مدارکی که طرفداران نظریه روز قیامت به آن استناد می‌کنند تنها به یک کتیبه شامل تقویم مایه‌ها باز می‌گردد. این تقویم در روز 21 دسامبر 2012 به پایان میرسد، اما همین یک کتیبه باعث به وجود آمدن جنجالی بزرگ در جوامع امروزی شده، به حدی که حتی سازمان فضایی آمریکا ناسا برای پاسخ دادن به بسیاری از سوالات در مورد پایان دنیا مجبور شده تا وارد معرکه شود. یکی از نظریات مطرح شده در مورد پایان دنیا برخورد یک سیاره دیگر با کره زمین است. دیوید موریسون دانشمند ناسا در مورد نظریات مطرح شده در مورد 21 دسامبر 2012 چنین میگوید: اجازه بدید در مورد این سیاره خیالی که قرار زمین رو نابود کنه صحبت کنیم. اگر قرار بود این سیاره در 21 دسامبر امسال به زمین برخورد کنه، الان ما باید میتونستیم اون رو در آسمون ببینیم. اگر بزرگی این سیاره اندازه زمین بود، باید مثل یک ستاره نورانی در آسمان دیده میشد. و اگر هم که سیاره بزرگی بود، الان قطعاً نورانی ترین جسم آسمانی در شب بود. اما چون این سیاره‌ای وجود نداره. چطور میدونیم وجود نداره؟ چون الان نزدیک به 10,000 ستاره شناس حرفه‌ای و صدها هزار ستاره شناس آماتور در دنیا وجود دارن که به طور مداوم در حال رصد کردن آسمان هستند و اکثر این آدم‌ها هم با ناسا کار نمی‌کنن و مستقل هستند. اگر اتفاق غیرعادی قرار بود بیفته، تا حالا این ستاره شناسا باید تونسته بودن اون اتفاق رو ثبت کنن. غیر از اونها هزاران ماهواره هم به دور زمین میچرخند و اونها هم هیچ اتفاق غیرعادی رو مشاهده و یا ثبت نکردند. اما مشاهده کردن تنها مدرک علمی برای ثبت یک واقعه نیست. اولین اتفاقی که با ورود یک سیاره جدید به منظومه شمسی رخ میده تغییر مدار سیاراته و ما به طور قطع میدونیم که هیچ تغییری در مسیر سیارات به وجود نیامده. بنابراین هیچ مدرکی دال بر برخورد قریب الوقوع یک سیاره با زمین وجود نداره. غیر از نظریه برخورد یک سیاره دیگه با زمین، نظریات دیگری هم در مورد پایان دنیا در روز 21 دسامبر مطرح میشه. برخی از مردم میگن در یک سال اخیر تعداد فوران‌های آتشفشانی و زلزله‌ها بیشتر شده و این نشانه‌ای به هم ریختن اوضاع کره زمینه. با بررسی آمار آتشفشان‌ها و زلزله‌ها می‌بینیم که هیچ تغییری در تعداد اونها به وجود نیامده. بعضی میگن که محور زمین داره از زاویه اصلیش منحرف میشه. اما به عنوان یک ستاره شناس باید بهتون بگم اگر محور زمین کوچکترین انحرافی پیدا کنه، تمام تلسکوپ‌های ما از تنظیم خارج خواهند شد، ماهواره‌های مخابراتی از کار میافتند، سیستم GPS مختل میشه و حتی هواپیماها یکی پس از دیگری سقوط خواهند کرد. هیچ کدوم از این اتفاقات هنوز نیفتاده. بعضی دیگه معتقدن میدان مغناطیسی زمین در حال تغییره، اما میدان مغناطیسی زمین همیشه در حال تغییره و قطبین زمین تا حالا بارها به طور طبیعی عوض شدن. تئوری‌های دیگری هم در مورد پایان دنیا در 21 دسامبر 2012 وجود داره. مثلا بعضی‌ها معتقدند که در این تاریخ تقارن محور سیارات رخ خواهد داد. این نظریه هم از پایه نادرسته. شما میتونید به نقشه حرکت سیارات به دور خورشید نگاه کنید و متوجه میشید که در حال حاضر هیچ کدوم از اونها حتی نزدیک هم نیستند، چه برسه به اینکه در امتداد یک خط باشند.
بعضی ها میگن این تقارن بین زمین، خورشید و مرکز کهکشان راه شیری به وجود خواهد اومد که تا حدی درسته، اما نکته اینه که این تقارن هر سال در ماه دسامبر اتفاق میفته و اگر در دسامبرهای گذشته به خاطر این اتفاق روز قیامت نشده، در دسامبر امسال هم اتفاقی نخواهد افتاد. همزمان با فرارسیدن سال نو میلادی، شرکت گوگل در پروژه جالب سال 2012 در دنیای اینترنت رو به تصویر کشیده. یکی از مدیران اصلی این پروژه رویا سلیمانی است. با رویا توسط سرویس اینترنتی این شرکت به اسم گوگل هنگ‌اوت مصاحبه‌ای داشتیم در مورد این پروژه که زایتگایست نام داره. پروژه رو وقتی من دیدم پروژه خیلی جالب بود، ولی اسمش همون اول یهو میزد تو چشم به اسم زایتگایست که کاملا به نظر میاد یه اسم آلمانی باشه. این اسم برای چی انتخاب شده و به چه معنیه؟ اسم زایتگایست و معنای زایتگایست همونطور که میدونین یه کلمه آلمانیه و ترجمهش به فارسی میشه روح زمان. یه نشونه‌ای که ببینیم نسب این سالی که گذشته چی بوده، کدوم موضوعها محبوب بودن و مهم بودن برای مردم جهان. و ما الان 12 ساله که یه گوگل زایتگایست رو انجام میدیم. نگاه میکنیم مجموعه کل جستجوهای جهانی رو و جستجوها توی کشورهای مختلف رو نگاه میکنیم، ارزیابی میکنیم، بررسی میکنیم و ببینیم که کدوم موضوعا بودن که مردم واقعا براشون قابل توجه بوده امسال. خب چند تا کشور بودن و کلا چند تا سرچ اصلا روی گوگل انجام شده؟ بله، ما امسال بیش از 1 تریلیون جستجو رو گوگل دیدیم. یعنی هر ماه حدود 100 میلیارد سرچ داره انجام میشه رو گوگل سراسر دنیا به 146 زبان مختلف. امسال ما 55 کشور رو تو زایتگایست داشتیم و کاری که ما انجام میکنیم محبوب ترین لیست توی موضوعهای مختلف، مثلا ورزش، تکنولوژی که میدونم برای بیننده های شما خیلی مهمه، اخبار، آدمای مختلف، تصاویر و اینا رو ما جمع میکنیم و امسال 838 لیست اینجوری این 10 تا محبوب ترین ها رو در زایتگایست داریم. امید من اینه که یه روز کل جهان رو بتونیم همینجوری نشون بدیم. یه سری چیزا آدم انتظار داره که مردم خیلی جستجو بکنن. فرضاً موقعی که انتخابات آمریکا هست، خب باراک اوباما، میت رامنی خیلی داغ هستن. برای خودت چه چیزهای جالب بوده در سال گذشته که یه ذره خلاف انتظار بوده؟ برای من جالب بود که 10مین جستجوی داغ و مهم و محبوب جهان، یعنی نه فقط توی یه دونه موضوع مختلف، یه شو به نام بیگ برادر برزیل بودش که شماره 10 رو گرفت. من اصلا نمیدونستم که چقدر این محبوب و داغه تا اینکه من زایتگایست رو دیدم. یه چیز دیگه برام خیلی جالب بود، یه بسکتبالیست آمریکایی چینی تبار هستش به نام جرمی لین که امسال خیلی یه چیزی به نام لین سانیتی دور بر این آدم شروع شده بود که خیلی محبوب بود و ما نه فقط این آدم رو روی لیست ورزشکارا دیدیم ولی شماره 5 بود رو کل جهان برای جستجوها. حالا جدای از چیزهایی که یه ذره خلاف انتظار بودن، چه افرادی یا چه موردهایی مقام اول رو توی بعضی از این لیست‌های مهم به دست آوردن؟ یه آدمی رو که امسال واقعا مورد توجه جهان بود، ویتنی هیوستون بود. خواننده‌ای که امسال فوت کردن و ما دیدیم که نه فقط روی بالاترین جستجو اسمشون اومد ولی برای محبوب ترین آدم که جستجو شده و خواننده. و ما میبینیم وقتی به خصوص یه چیزی پیش میاد که قابل پیش بینی نبوده، یهویی میبینیم مردم میان به گوگل چه برای اخبار چه برای موسیقی اون آدم و ببینن. و یه چیز جالب اینجا گفت، ویتنی هیوستون محبوب فقط نبود در خود آمریکا یا آمریکای شمالی، سراسر جهان، از مالزی تا سنگاپور تا کشورهای دیگه ویتنی هیوستون خیلی خیلی بالا بود توی جستجوها. یه چیز دیگه هم که خیلی برای من امسال جالب بود، سای، این خواننده کره‌ای که یه رقصی رو شروع کرده و یه ویدیو که الان نزدیک یه بیلیون ویو رو یوتیوب داره. 10 سال پیش نمیتونستم اصلا تصور بکنم که یه خواننده حالا بگیم کره‌ای یا هر جایی بتونه اینقدر محبوب باشه در سراسر جهان به زبون خودش. من وقتی این آهنگ رو رادیوی آمریکایی میشنوم، میبینم همه جا اداهای مختلفش هم در آورده شده، خیلی جالبه. دوباره میبینیم قدرت اینترنت میتونه چی باشه.
오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일. توی وبسایت زایدگایست که آدرسش هم برای بیننده خواهیم گذاشت، دو دسته مختلف وجود داره. چیزهایی که ترند بهشون گفته میشه یا مد هستن، در اصل مد روزن، و چیزهایی که والیومن یا حجم بالایی دارن. اگه میشه در مورد این دو تا یه ذره بیشتر توضیح بدید. 100% ما میبینیم وقتی یه چیزی حجم بالا داره، بعضی وقتا میتونه مثلا اخبار هوا باشه یا سایت جیمیل یا سایت فیسبوک، چیزایی که واقعا نشونه این زمان رو نمیده. تو بعضی از موضوعها ولی چیزی که حجم بالا داره نشونه جالبی هست و ما برای اون موضوعهای مختلف فقط حجم رو نشون دادیم. ولی این نقطه خیلی مهمه. این چیزی که جستجوهایی که امسال واقعا بزرگ بودن و محبوب بودن، آدمایی مثل جرمی لین رو یا ویتنی هیوستن رو بیشتر نشون میدن. نه فقط اونا حجم جستجوها دورشون بالا و زیاد بوده، ولی بر مقایسه به سال پیش کلی زیادتر بوده و این از اون چیزاست که اون نبض سالو و اون روح زمانو خیلی قشنگتر میتونه نشون بده. خب در مورد این روح زمان صحبت کردیم، ولی این وبسایت خیلی ویژگی‌های مختلف داره. میتونیم مثلا کشورهای مختلف رو در زمانهای مختلف مقایسه بکنی. یه ذره در مورد این ویژگی‌ها توضیح بدید که برای من شخصا خیلی جالب بود. ما یه نقشه تعاملی امسال داریم که شما میتونید مثلا برای مثال ببینیم که انتخابات ریاستی آمریکا با مکزیک با فرانسه چجوری مقایسه میشه و کجای جهان محبوب بوده. و می‌بینیم که مثلا انتخابات مکزیک نه فقط در آمریکای لاتین جالب بوده، ولی مثلا در استرالیا هم محبوب بوده تا درجه‌ای. و این نشون میده همونطور که گفتم این مرزها خیلی دارن کمتر میشن و اخبار جهانی وقتی هست مردم توجه میکنن. و روی این نقشه تعاملی قشنگ میتونید کلمات مختلف رو نگاه بکنید و فکر کنم برای بیننده ها خیلی جالب باشه. خب گفتی که این مرزها تا حدی از بین رفتن، ولی میبینیم که هنوز بعضی مرزها وجود دارن. برای مثلا کشور ایران توی این وبسایت زایدگایست، این پروژه زایدگایست نبود. آیا دلیل خاصی داره که بعضی کشورها بودن بعضی کشورها نبودن؟ آیا باید با دولت اون کشور گوگل همکاری خاصی داشته باشه؟ نه، اصلا با دولت ارتباط نداره. ما امیدمون اینه که در آینده بیشتر و بیشتر بتونیم زایدگایست رو جهانی بکنیم و نگاه میکنیم تو سالهای گذشته واقعا مثلا 20 تا کشور بیشتر اضافه کردیم. تا اون حدی که ما امکان داریم یا استاف داریم تو اون کشورها، اونا هستن که میتونن واقعا این بررسی ریجنال یا بررسی که تو خود اون کشور هستش رو بهتر بکنن. همونطور که میدونیم ما در ایران و بعضی از کشورهای دیگه آفیس نداریم، ولی یه چیزی که میشه گفت، ما یه سایت داریم به نام google.com/trends که هر کسی در دنیا میتونه بره به اون سایت، یه ابزار جستجویی رو میتونه اونجا بررسی بکنه. اون بیشتر والیوم رو، همون حجمی که صحبت می‌کردیم نشون میده و برای ایران میتونی این کارو بکنی. میتونی ببینی آیفون کی در ایران خیلی مهم بوده، سامسونگ تلفنش کی مهم بوده، آیپد که محبوب تر شده و میتونی همونطور که رو نقشه‌ای که رو سایت زایدگایست هست ولی دیگه درجه محدودتر همین کلمه ها رو با هم، این جستجوها رو با هم مقایسه بکنی و نه فقط برای امسال، از سال 2004 تا الان. و این خیلی جالبه. میبینیم میتونیم مثلا انتخابات ایران رو در 2009 با انتخابات مصر مقایسه بکنی و واقعا این یه پروژه جهانی بوده. همونطور که بهت گفته بودم روز منم کلا جهانی بوده. شبها با چین صحبت میکردم، صبح با رومانیا بیدار میشدم، ولی واقعا خوشحالم که حالا هستش و همه میتونن ازش لذت ببرن. این بود 2.0 این هفته. یادتون نره برای اطلاع از آخرین اخبار فناوری و گرفتن فیلتر شکن‌های امن و رایگان به صفحه فیسبوک ما که آدرسش در آخر برنامه میاد برید و با کلیک روی دکمه لایک در اون عضو بشید. تا هفته بعد و برنامه دیگه.